nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le prince souverain de Monaco. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دبیرکل، خانم رئیس، نمایندگان محترم، خانم ها و آقایان، شعار امسال 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک به آینده روشن‌تر است. اعتقاد و باور دینی ما و دعوت همه پیامبران نیز بر مبنای برابری حقوق همه انسان هاست. آنچه انسان را شایسته‌تر می‌سازد تقواست، یعنی راستی، خرد، پاکی و نودوستی. زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که هر آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز نپسند. حضرت مسیح علیه السلام فرمود با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ یک از شما مؤمن واقعی نیست مگر اینکه برای دیگران همان را بخواهد که برای خود میخواهد. حکیم هیلیل اساره تورات را چنین بیان کرد: آنچه بر تو ناپسند است بر دیگران نیز روا مدار. در سنت‌های مشرق زمین نیز آموزه مرکزی همین اصل است و مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیت مبتنی بر وجدان به همین نتیجه رسیدند. عالی جنابان، آیا جهان ما چنین است؟ به 2 سال گذشته بنگریم. جهان در 2 سال گذشته نظاره‌گر نسل کشی در غزه بود، نظاره‌گر ویرانی خانه‌ها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، نظاره‌گر تخریب زیرساخت‌های سوریه، نظاره‌گر حمله به مردم یمن، نظاره‌گر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، نظاره‌گر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها و هدفگیری عریان رهبران ملت‌ها بود. و همه اینها با پشتیبانی تمام عیار مسلح‌ترین حکومت جهان و به بهانه دفاع از خود. آیا اینها را برای خود میپسندید؟ چه کسی برهم زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است؟ چه کسی ناقض قاعده طلایی اخلاق بشر است؟ عالی جنابان، خانم ها و آقایان، همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه وارد کرد. آنچه که از این قتل و جنایت شما میتونید کشتار بچه‌ها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسان‌های زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شده، ناآرامی رو در کشور اونا ایجاد کردند و با همین روند 35,000 انسانهای بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند، خانه هاشون رو ویران کردند،
بیمارستان‌ها رو، درمانگاه‌ها رو، مدارس رو و راه آب و غذا و نان و دارو رو بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجار شکنی‌های خطرناک نایستیم، این بدعت‌ها دامن جهان را خواهد گرفت. حمله به تأسیسات هستی تحت پادمان و نظارت بین المللی، تلاش علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولت‌های عضو سازمان ملل، هدف گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه، کشتن انسان‌هایی که صرفاً به علت داشتن دانش و تخصصشان به اهداف نظامی تبدیل می‌شوند. آیا اینها رو بر خود می‌پسندید؟ کسانی که مرتکب این جنایات شده‌اند باید بدانند که ایران، این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روحی سترگ و اراده‌ای جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سرفرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکاب قدرت ایمان و انسجام ملی سربلند ایستاده ایم. در دفاع 12 روزه مردم میهندوست و دلاور ایران، محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان یکپارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خود خون شهیدانشان را پاس می‌دارند. من در اینجا به نام مردم ایران از تمام شخصیت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای که در این جنگ با ایران همدل بودند صمیمانه تشکر می‌کنم. خانم‌ها و آقایان، امروز پس از نزدیک به 2 سال نسل کشی، گرسنگی دادن جمعی و تداوم آپارتاید در داخل سرزمین‌های اشغالی و تجاوز به همسایگان، طرح مضحک و متوهمانه اسرائیل بزرگ با وقاحت از سوی بالاترین سطوح این رژیم عنوان می شود. این طرح بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیرد. این نقشه نشانگر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تایید نخست وزیر آن قرار گرفته است و هیچ کس در جهان از نیات متجاوزانه این رژیم در امان نیست. مسلم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی سازی از راه سیاسی رضایت ندارند. حضور خود را با زور و عریان تحمیل می‌کنند و آن را صلح از طریق قدرت نامگذاری کردند. اما نه صلح است و نه قدرت، بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. اما ما ایران قدرتمندمان را در کنار همسایگان قدرتمند و در منطقه قوی با آینده روشن می‌خواهیم. ما در برابر کلان پروژه‌ای که نسل کشی، تخریب و بی‌ثباتی را به منطقه تحمیل می‌کند، از چشمانداز مشترک و امیدبخش دفاع می‌کنیم. چشماندازی که امنیت جمعی را با سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی و واکنش مشترک به تهدیدات تضمین می‌کند. چشماندازی که کرامت انسانی و تنوع فرهنگی را به عنوان ارزش بنیادین پاس می‌دارد. چشماندازی که توسعه جمعی را با سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و دانش‌های نوین به واقعیت بدل می‌سازد. چشماندازی که امنیت انرژی و بهره‌برداری عادلانه از منابع حیاتی را ستون ثبات اقتصادی می‌بیند و چشماندازی که از محیط زیست برای آیندگان محافظت می‌کند. چشماندازی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را اصول غیر قابل مذاکره می‌داند و چشماندازی که نه به دنبال صلح متکی به زور، بلکه بر پایه قدرت از طریق صلح است. در این منطقه قوی کشتار و خونریزی جایی ندارد. به همین خاطر سالهاست کشور من از سرسخت‌ترین حامیان ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. اما آنها که خود را دارای بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای هستند و در نقض فاحش معاهده NPT سلاح‌هایشان را روز به روز کشنده‌تر، ویرانگرتر می‌کنند، سالهاست با اتهام‌های واهی مردم ما را در معرض فشار قرار دادند.
هفته گذشته 3 کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی 10 ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو در بیاورند، به دستور ایالات متحده با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در این مسیر حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند، اقدامات جبرانی قانونمند ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و بدعهدی و ناتوانی مطلق اروپا را نقض فاحش جلوه دادند، خود را به دروغ طرفهای خوش سابقه توافق معرفی کردند و تلاش‌های صادقانه ایران را ناکافی خواندند. و این همه برای نابودی همان برجامی بود که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه‌اش می‌دانستند. این اقدام غیرقانونی که مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید، مشروعیت بین المللی نداشته و با اقبال جامعه بین المللی روبرو نخواهد شد. یک بار دیگر در این مجمع اعلام می‌کنم که ایران هرگز به دنبال ساخت هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است. در نتیجه به هیچ وجه به دنبال اون سلاح‌های کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود. در جایی که برهم زننده آرامش در منطقه اسرائیل هست، ایران باید تحریم شود. ما یک شعری داریم میگه گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. یکی یه جای دیگه داره منطقه رو به هم میزنه و کسان دیگه ای رو دارن تحریم میکنن. خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران از صلح و ثبات استقبال میکند. ما باور داریم که آینده منطقه و جهان باید بر پایه همکاری، اعتماد و توسعه مشترک شکل بگیرد و در این چارچوب ایران از روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حمایت میکند. ایران امیدوار است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به توافقی عادلانه و پایدار بین روسیه و اوکراین بیانجامد. ایران از پیمان دفاعی بین دو کشور برادر مسلمان عربستان سعودی و پاکستان به عنوان آغازی برای نظام امنیت فراگیر منطقه با همکاری کشورهای مسلمان غرب آسیا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی استقبال می‌کند و بالاخره تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل به قطر که منجر به شهادت تعدادی از اتباع فلسطینی و قطری شد را محکوم می‌کنیم و حمایت و همبستگی خود با دولت و ملت قطر را اعلام می‌کنیم. خانم‌ها و آقایان، امنیت واقعی نه از راه زور بلکه از طریق اعتماد سازی، احترام متقابل و همگرایی منطقه‌ای و چند جانبه گرایی مبتنی بر حقوق بین الملل به دست می‌آید. بر این مبنا من همگان را دعوت می‌کنم شنیدن یکدیگر را به جای بلند کردن صدا تمرین کنیم. در مبانی فکری دو قطبی سازی و خشونت سیاسی که امروز نه تنها گریبانگیر جامعه بین المللی است که درون جوامع را نیز به تنش و آشوب کشانده است رو بازنگری کنیم و به عنوان فصل مشترک همه باورها و فرهنگها و به جای تفسیر مغرضانه مفاهیم و روایتها هر چرا برای خود نمیپسندیم برای دیگران نیز روا نداریم. اعتبار نهادها و سازوکارهای حقوق بین الملل را ترمیم و بازسازی کنیم و برای ایجاد یک نظام امنیت و همکاری منطقی در غرب آسیا متعهد شویم. خانم ها و آقایان، ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گسترده ایم، نه با تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار صدها هزار انسان در قرن 20 و نسل کشی و تحمیل گرسنگی به کودکان غزه در قرن 21 و حتی نه در امپراتوری‌های تاریخی ایران، بلکه با فرهنگ هم و دوستی و پیام همدلی جهانگشایانی همچون مولوی و حافظ و اشعاری که سعدی در 800 سال پیش فرمود: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جنایتکارانی که با کشتن کودکان قلدری میکنند شایسته نام انسان نیستند و این بیگمان شرکای مطمئنی نیز نخواهند بود.
ایران با تکیه بر سنت دیرین نودوستی شریکی پایدار و همراهی مطمئن برای همه کشورهای صلح طلب است. دوستی و شراکتی که نه بر مصلحت جوی گذرا، بر پایه عزت، اعتماد و آینده مشترک سوار است. ما راست قامتان ایران زمین با ایستادگی در برابر یاغیان بی قانون، بی عدالتی ها، تبعیض ها و استانداردهای دوگانه را با سربلندی پشت سر گذاشته ایم و خواهیم گذاشت. و امروز با نگاهی فرصت محور این دستاورد تاریخی مردم ایران را به سکویی برای جهش به آینده پر امید تبدیل کرده ایم. بیایید با ما از تهدید فرصت بسازیم. متشکرم. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran. The Assembly will hear an address by His Excellency José Raúl Mulino Quintero, President of the Republic of Panama. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.